خلاص سید نباشی شیرینی خوری بیادارم بود استاد بود کتبی کالا آمد. استاد بخیر آمدید. بخیر باشین. خوب هستین؟ شکر. امروز ما و شما دیگه سره موضوع گپ میزنیم که شناخت یک کشور است. پیش از اینکه به درس بپردازیم گپ اساسی است که شما داستانه فارغ شدن از مکتب هستید. تشکر استاد. این سال بخیر شما کنکور امتحان میدین، میرین طرف دانشگاه و در اونجا به سطح عالی درس میخونید. خدا شما رو برسانه استاد. ما استاد میخوایم دکتر شویم. پیش از اینکه دکتر شوی افغانستان شناختین؟ بله استاد. بسیار خوب. کشور ما است استاد. تاریخ خواندین، جغرافیا را خواندین در این مدت. حال ما میخوایم از شما بپرسیم که سرود ملی را میفهمین چیست؟ سرود ملی. بخیر سرود ملی را بخوان. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. استاد احساسشان گرفت. این در مادر اولادایت بخوان که کم امیدوار شود. خب استاد خوب سرود ملی است. نه سرود ملی نه. सद से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि पी कर कब आओगे लिखो कब आओगे न न न न شکر. ببینید اگر میال من از شما پرسان کنم که سنجیدت کی از نام مادرش هم بگید. نام مادرش نرگس است نام پدرش سنندت. نام کاکای چای جوش کنه. و ما پرسان کنم شاهرخ خان کی است، سال تولدش هم بر من بگین، سالش هم بگین، چند اولاد دارد، چند دختر جو دارد. 4 سالش ده یک تا دختر دارد. دو بچه. و ایران من میپرسم که احمد شاه بابا کی بود؟ پسر متعصم بالله. آفرین. اینی رو میگن درسخانه و آینده کشور. دیگه مش نمونه خروار است از شما چی پرسان کنم، شما میگید. خب امروز من سنف دخترها و بچه ها رو به می خاطر گرد کرده بودم که ما شما را بگوییم افغانستان را درست بشناسین، قانونهای اینجا را بشناسین. همه گیتان استاد چنین سرود ملی را میخوانیم. دا وطن افغانستان ده دا عزت افغان ده کرد سوره کرد توله هر بچه قهرمان ده. این را تمرین کنیم. روز چی؟ بعد از این هر روز تمرین کنیم که یک دفعه اگه دیگان جای سرود ملی خوانده میشه اقلا وقت استاد میشین از دل همچنان معنایش هم درک کنیم. استاد در مکتب هم بگوین که افسر فایل کامل پلی کنه بر ما مراجعه پلی نمیکنه. بشه